کارگاه قدیمی هست که این کارگاه 80 سال خدمت داره اینجا. حالی خوششون بودن 20 روز هست. 20 روز خوش میشه بدن کوره. این دوشان‌هایی که می‌بینید با 3 ماه بمونن خوش میشن. خب خوش نشدن. اینا الان من اول فروردین اینا رو ساختم که هنوز خوش نشدن برن کوره. حالا چند روز کار داره بازم. پیدامون خود سایه خوشه که کوره سالم در بیاد. این دوشان در 15 سال پیش در سطح جهانی شده. سازمان جهانی یونسکو بار مورد اصالت ما دادن که این دوشان رو لاهره اینجا ثبت کرد. اینا جاماسی هستن، مسئله یه نفری هستن. ببین ماسفندی‌ها میارن، مثلا ماست میزنن یه نفری، رستوران‌های کبابی میبرن که برای یه نفره. ماست یه نفره سفارش هست که بچه‌ها میسازن. تعداد میفرستن برای شهرستان‌های مختلف. خواص کوزه، ببین کوزه برای انسان مفیده. آب کوزه هم کوزه آهن داره. آبش تصفیه کنه، آب تصفیه کنه برای انسان مفیده.